یا 5 تا نکته طلایی بهت بگم که اگر رعایت کنی موتور ماشینت واشه سیلندر نمیزنه. نکته اول، هر روز آب رادیاتورت رو چک کن که آب رادیاتورت کم نشده باشه. نکته دوم، همیشه روغنت رو سر موقع عوض کن، نذار سیاه بشه. نکته سوم، هر چند وقت یه بار چک کن رادیاتورتو، این سوراخ‌های رادیاتور نگرفته باشه. آب آهک داره، رسوب میکنه، سوراخ‌ها میگیره، موتور جوش میاره. نکته چهارم، همیشه چک کن آمپر آبت خراب نباشه. و اما نکته پنجم که از همه مهمتره، واشر سرسیلند اچسکو رو ماشینت بنداز. چرا؟ چون مواد این مال آلمانه، مواد اولیه‌اش ساخت ترکیه، ما از ترکیه میاریم. جنس درجه 1، مخصوصا 5 لایش مولتی لایر. اینو بنداز، عمر واشر سرسیلندت 10 برابر میشه.